در شماره 1000 فانتزی شگفت‌انگیز میبینیم که اسپایدرمن با دختر والچر در حال مبارزه است. چند لحظه بعد از اینکه شکستش میده ام جی باش تماس میگیره و بهش میگه توی یه رستوران براش تولد گرفته. پیتر قول میده زود خودشو برسونه، اما بعد اینکه تماس قطع میشه حس عنکبوتی به اسپایدی هشدار میده و توی یه کوچه میبینه یه زن تلاش میکنه کیفشو از یه سارق پس بگیره. وقتی اسپایدی میاد کمک کنه دزد از ترس به اسپایدی شلیک میکنه و از اونجایی که پیتر سنش بالا رفته نمیتونه به موقع جا خالی بده و خبر زخمی شدنش تو کل شهر میپیچه. اما خوشبختانه تیم اورژانس موفق میشن بدون اینکه نقاب اونو بردارن گلوله رو از بدنش خارج کنن. فردای اون روز ام جی با طرفدارای اسپایدرمن میاد به پیتر سر بزنه تا کسی نفهمه اون همسرشه، اما بازم پیتر دست از قهرمان بازی بر نمیداره و از پنجره میره بیرون تا جلوی یه دزدو بگیره و اینجا